سلام، من مهشیدم و اینجا دارک سایده. خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو چنل من. خب همونجوری که از اسم این چنل هم مشخصه، این چنل قراره که توش کلی داستان ترسناک گفته بشه. حالا این داستان ترسناک میتونه هر چیزی باشه، راجع به اتفاقات ماورایی، راجع به مکانهای ترسناکی که تو سراسر دنیا وجود داره، یا حتی پرونده های جنایی و چیزی که خودم خیلی دوستش دارم، افسانه های ترسناک و کلا افسانه هایی که تو باور مردم مختلف وجود داره. پس اگه که اینجور ویدیوها و اینجور سبک محتواها رو دوست دارید، ممنون میشم که حتما منو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو بزنین تا هر موقع که من ویدیو براتون میذارم اولین نفری که میاد تو چنل من و میترسه شما باشین. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خب اولین داستان ترسناکی که قرار براتون تعریف کنم راجع به یه مکان دور افتاده ولی خیلی قشنگ تو کشور ایرلند. این مکان در واقع یه جزیره است، یه جزیره مرموز ولی خیلی جذاب و قشنگ، و البته یه جزیره صخره‌ایه که یه محل دور افتاده هم هست و صومعه‌های داخلش به وسیله راهبای مسیحی توی قرن 6 ساخته شده، به خاطر اینکه این راهبه‌ها دنبال یه محل آروم و دور افتاده برای عبادت و زندگی معنویشون بودن تا راحت بتونن دعا و نیایش کنن و به خاطر همین این مکان انتخاب کردن. و روی صخره‌های شیبدار این جزیره صومعه‌هاشون رو ساختن. و جالبه بدونین که توی میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده و حتی به خاطر لوکیشن خیلی جذابش و فضای رمز و رازگونش لوکیشن فیلمبرداری فیلم جنگ ستارگان هم بوده. حالا از این اطلاعات کلی راجع به این مکان بگذریم. من میدونم شما واسه شنیدن این چیزا اینجا نیومدین، شما واسه شنیدن داستان ترسناک راجع به این مکان اومدین اینجا. و همونجوری هم که اولی ویدیو بهتون گفتم، من چون خودم خیلی افسانه‌های قدیمی و باورهای مردم کشورهای مختلف راجع به چیزهای مختلف رو خیلی دوست دارم، پس امروزم براتون یه افسانه آماده کردم راجع به اسکلینگ مایکل و قراره که الان افسانه‌هایی که راجع به مکان هست و دونه به دونه براتون توضیح بدم. پس اگه که دوست دارین بشنوینش، پس تو ادامه ویدیو با من همراه باشین. خب اولین افسانه‌ای که میخوام راجع به این مکان براتون بگم میگه که این راهبای مسیحی که اومدن اینجا رو ساختن، اون زمان یعنی زمان حمله وایکینگ ها، اومدن یه سری اشیاء مقدس کلیسا و طلاهایی که داخل این صومعه و کلیسا بوده رو توی غارها یا یه سری نقاطی از همین جزیره پنهان کردن تا دست این وایکینگ ها بهشون نرسه و میگن که هنوزم اونجا این گنج ها هستش، هرچند هنوز کسی نتونسته چیزی از اونجا کشف کنه، گنجی پیدا کنه، ولی خب این افسانه هنوزم هست. میتونین شما اولین نفری باشین که یه سفر تفریحی به اونجا میرین و این گنج های گرانبها رو کشف میکنین و زندگیتون رو از این رو به اون رو میکنین. خب دومین افسانه‌ای که راجع به این محل وجود داره میگه که یه سری بازدید کننده هایی که رفتن اونجا و از اونجا بازدید کردن و دیدن کردن، یه سری صداهایی شنیدن، یه سری زمزمه ها یا مثلا زنگ کلیسا یا حتی یه سایه هایی هم اونجا دیدن که مشغول رفت آمده و میگن که اینها به خاطر وجود روح این نگهبانای این صومعه است، همون راهبای مسیحی که تو قرن 6 اینجا رو ساخته بودن. هنوزم دارن از این جزیره و از اون صومعه و گنج هایی که میگن اونجا وجود داره مراقبت. افسانه بعدی که راجع به این مکان میخوام براتون تعریف کنم میگه که توی اون زمان راهبای مسیحی تنهایی صومعه رو نساختن، در واقع کمک گرفتن. از کی؟ از نیروهای الهی و فرشته ها و موجودات ماورایی. و در واقع گفته میشه که میکائیل فرشته اومده با نیروهای شیطانی و نیروهای بدی توی اون جزیره جنگیده و اونجا رو تبدیل به یک مکان مقدس کرده و در واقع اصلا اسم اسکلینگ مایکل هم از همین افسانه میاد. مایکل یه جورایی میشه خارجی همون میکائیل خودمون و اسمش هم میشه گفت از اینجا اومده. خب افسانه بعدی راجع به آبای اطراف این جزیره است که ماهیگیرای محلی معتقدن آبای اطراف این جزیره به وسیله موجودات شیطانی و ماورایی و حتی غول اسطوره‌ای ایرلند که دایردومهین اسمش و مارهای دریایی غول‌پیکر محاصره شده و اونجا زندگی میکنن و حتی باعث غرق شدن کشتی‌ها میشن.
و این ماهیگیرا گفتن که یه سری کشتی‌هایی دیدن که به طرز خیلی مرموز و عجیبی تو نزدیکی این جزیره ناپدید میشن یهو. و حتی گفته میشه که غول اسطوره‌ای ایرلند به اسم دایردومهین اومده وارد یک جنگی با قهرمان اسطوره‌ای ایرلند به اسم فین مککول شده و فین مککول خیلی شجاعانه و قهرمانانه تونسته اون رو شکست بده و بکشش و گفته میشه که این صخره‌های جزیره بقایای این نبرد و جنگ هستش. جالب. مورد بعدی یه افسانه معروفیه راجع به بچه‌های پادشاه لیر که گفته میشه این پادشاه 4 تا بچه داشته که این 4 تا بچه متاسفانه گیر یک نامادری شرور و بدجنس افتاده بودن که این نامادری شرور و بدجنس اینا رو تبدیل به قو کرد و فرستادشون تو آبها و خودشون بچرخن و 900 سال تبعیدشون کرد که گفته میشه بخشی از این دوره خیلی خیلی زیاد 900 ساله رو تو آبهای اطراف اسکیلینگ مایکل گذروندن و میگن که روحشون هنوزم تو این آبا پرسه میزنه و هست. رسیدیم به افسانه آخر راجع به این مکان مرموز و جذاب و به نظر خودم این افسانه خیلی افسانه جالب و عجیبیه. شاید نظر شما هم همینجوری باشه. پس بریم که براتون بگمش. تو اساطیر سلتی شاید گفتن این دو کلمه کنار هم سخته. اساطیر سلتی بله، توی این اساطیر که شاید بپرسین اصلا چی هست، مربوط به چه قومی بوده، مجموعه از داستان‌ها و روایت‌هایی درباره خداها، قهرمانان، روح و موجودات ماورای افسانه‌ایه که مربوط به فرهنگ و تمدن مردم سلتیک بوده که یه قومی بودن که در زمان قدیم توی کشورهایی از اروپا مثل ایرلند و اسکاتلند و ولز و اینا زندگی می‌کردن. خب بریم راجع به افسانه‌ای که میخوام براتون بگم. یه اساطیر سلتی به یه سری مکان‌هایی مثل همین اسکیلینگ مایکل میگن theme place. حالا یعنی چی؟ theme place یعنی محل نازک، مکان نازک. حالا این به چه معنیه؟ این یعنی که این محل یه پل ارتباطیه در واقع بین این دنیای ما، دنیای مادیمون و جهان ماورا، جهان معنوی. یه جورایی مرز بین این دنیا و دنیای معنوی تو این مکان‌ها شکننده و نازکه. آدم‌ها میتونن ازش عبور کنن و خیلی به نظرم افسانه جالبیه. و گفته میشه توی سری از روزهای سال مثل جشن سامهین که این جشن بعداً تبدیل شد به جشن هالووین، میگن که ارواح و نیاکان و کلا موجودات ماورایی و اینا میتونن از اون دنیا بیان وارد دنیای ما بشن از طریق این مکان که محل نازک بهش گفته میشه و به نظرم خیلی جذاب و جالبه. و تو فرهنگ سلتی یه سری مکانهای خاصی مثل چشمه ها یا مثلا جنگل ها یا تپه های مقدس یا مثلا جزایر دور افتاده و آروم مثل اسکیلینگ مایکل بهش میگن که مکان نازک و میتونن انگار انتقال پیدا کنن از این دنیا به اون دنیا. خب بچه‌ها افسانه امروزم تموم شد. امیدوارم که کلی لذت برده باشین، کلی هیجانتون رفته باشه بالا و حتی یکم ترسیده باشین. هرچند خیلی ترسناک نبودن ولی خب به نظرم خیلی جذاب و جالبن افسانه ها کلا. ولی بچه‌ها یه موضوع رو بگم، هر داستانی که من میگم حالا به غیر از چیزایی که واقعی هم مثل پرنده‌های جنایی و اینا که واقعی بودنشون کاملا اثبات شده است، ولی خب مثلا داستان‌های مدلی افسانه که اصلا روشه افسانه است، یعنی اصلا نه واقعی نه هیچی، صرفا باحال گفتنش، فضای داستانگونه‌ای که داره، تخیلی که داره، به نظرم جالبه دیگه. به چشم یک داستان بهش نگاه کنید و بگذرید و گوش کنید و لذت ببرید. پس تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.